کلاهبرداری‌های مهاجرتی همه جا وجود دارد. به ویژه در شبکه‌های اجتماعی. کلاهبرداری زمان رخ می‌دهد که فردی با دروغ گفتن یا فریب دادن شما تلاش می‌کند پول یا اطلاعات شخصیتان را بدزدد. به این کار تقلب نیز گفته می‌شود. مهاجران اغلب در زمانهای پر استرس یا نامطمئن هدف این کلاهبرداری‌ها قرار می‌گیرند. در اینجا چند نمونه از کلاهبرداری‌های رایج آورده شده است که باید مراقب آنها باشید. افراد جلب کننده دولتی کسانی هستند که دروغ میگویند و خود را به عنوان کارمندان یا مقام‌های دولتی معرفی می‌کنند. نکات مهمی که باید بدانید. اداره‌های واقعی دولتی هرگز از طریق شبکه‌های اجتماعی با شما تماس نمی‌گیرند. آنها هیچ وقت از شما نمی‌خواهند که با کارت هدیه، انتقال پول یا اپلیکیشن‌های پرداخت پول بفرستید. اطلاعات رسمی فقط از وبسایت‌های معتبر دولتی مانند uscis.gov یا dhs.gov منتشر می‌شود. اگر کسی ادعا کند که از طرف دولت است و از شما پول بخواهد، این یک کلاهبرداری است. در برابر اطلاعات مهاجرتی در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، واتساپ، اینستاگرام و تیک تاک احتیاط کنید. مراقب پست‌هایی باشید که بیش از حد خوب به نظر می رسند. راه‌های آسان یا سریع برای مهاجرت وعده می دهند یا ادعا می کنند مرزها باز است یا مسیرها امن هستند. قبل از باور کردن یا شریک ساختن چنین اطلاعات، همیشه آن را از طریق نهادهای معتبر یا منابع رسمی بررسی کنید. هزینه‌های امور مهاجرتی به صورت رسمی و عمومی در وبسایت اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده درج شده اند. هیچ هزینه پنهانی وجود ندارد. هر کسی که درخواست پرداخت‌های اضافی یا مخفیانه می‌کند، به احتمال زیاد یک کلاهبردار است. برخی کلاهبرداران وعده می‌دهند که شما را حمایت مالی کنند، مدارکتان را اصلاح کنند یا به شما کمک کنند تا وضعیت قانونی بگیرید. تمام این وعده‌ها فقط به خاطر گرفتن پول از شما هست. معمولاً این کلاهبرداری‌ها به این صورت انجام می‌شوند. آنها وعده نتایج تضمینی یا دسترسی ویژه می‌دهند. از شما پول پیش پرداخت می‌خواهند. ممکن است به شما بگویند که با وکیل یا سازمان معتبر صحبت نکنید. وقت پولشان را گرفتن دیگر جواب نمی‌دهند یا ناپدید می‌شوند. مهم است بدانید که هیچ حمایت یعنی اسپانسر نمی‌تواند تضمین کند که درخواست مهاجرت شما پذیرفته شود. یافتن اسپانسر نباید شامل پرداخت پول یا به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی باشد. اگر کسی وعده نتیجه سریع یا تضمینی بدهد، این یک کلاهبرداری است. در ایالات متحده نوتاریو پابلیک یک وکیل نیست. نوتاریوها اجازه ندارند مشاوره حقوقی بدهند، درخواست‌های مهاجرتی را ثبت کنند یا شما را در دادگاه مهاجرت نمایندگی کنند. برای دریافت کمک‌های مهاجرتی تنها به وکلای مهاجرت دارای مجوز یا نمایندگان معتبر تایید شده توسط دولت اعتماد کنید. هر کس دیگری ممکن است پرونده شما را در معرض خطر قرار دهد. وکلای مهاجرت و نمایندگان معتبر معمولاً پول یا حق الذمه می‌گیرند. برای اطمینان از واقعی و معتبر بودن آنها بررسی کنید که وکلا در ایالت شما مجوز داشته باشند. تایید کنید که نمایندگان معتبر برای سازمان‌های مورد تایید دولت ایالات متحده کار می‌کنند. ما چند لینک را در کپشن قرار داده ایم تا به شما در بررسی این اطلاعات کمک کنیم. اگر سوال درباره مهاجرت دارید، می توانید برای دریافت اطلاعات معتبر و حمایت با ستلن تماس بگیرید. اگر نوجوان هستید که به عنوان کودک بدون همراه وارد ایالات متحده شده اید، با ایمپورتمی تماس بگیرید.